صادق علیه السلام فرمودند دروغ میگوید هر کسی که ما را دوست دارد و از دشمنان ما براءت نمیجوید. محبت یه ویژگی مهم داره و اون که همیشه قرین است با براءت و عداوت دشمنانشون. محبت از سر ولایت، بغض و دشمنی نسبت به دشمنانشون اونم باز همین طرفه. قلبمون باید بیزاری نسبت به دشمنانشون باشه. اگه این محبت هست یه بروز عملی هم داره. محبت یه اظهاری میخواد، یه ذره. لذا من اگر در ارتباطم با امامم محبت رو دارم باید اظهار بکنم. آقا من فقط تو دلم محبت دارم، ول کنید مجالس عزا اشتباس، ول کنید مجالس شادی اهل بیت اشتباس. محبت دارم اظهار هم میکنم، محبت دارم به زیارتشون میرم. باید بماند در وجودمون، به نسل‌های بعدمون منتقل کنیم. کنار محبت این تو هم دیگه محبت و براءت.